على آله و صحبه اجمعین و من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با قسمت دیگری از سلسله برنامه‌های قلب آسیا ویژه برنامه افغانستان از شبکه جهانی وصال حق خدمت شما عزیزان و سروران قرار داریم. البته امشب مفتخرم که همکار عزیزم استاد عبدالرحمن فاتح در استودیو با خود دارم. در آغاز سلام های خود و شما بیننده عزیز را خدمت استاد فاتح عزیز تقدیم نموده ایشان را به برنامه قلب آسیا خوش آمدید میگویم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم به خدمت شما استاد رحیمی بزرگوار و تمام بینندگان عزیز و گرامی در هر گوشه از دنیا که هستند عرض سلام و ادب دارم و در خدمت شما قرار داریم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر، سلامت باشید. امیدوار هستم که خسته نباشید. بازم میبخشید دیگه از اوقات مصروف و مملوئتان برای ما و برای بیننده های برنامه قلب آسیا وقت دادید. بیننده های عزیز میفهمند که یک ساعت قبل هم برنامه داشتید. خداوند در میزان حسناتتان این زحمات شما را بگنجاند. بیننده های عزیز، البته مثل همیشه ما باز هم با یک موضوع جدید خدمت شما عزیزان و سروران هستیم. قبل از اینکه موضوع برنامه را من اشاره بکنم، البته در خلال این هفته روز دوشنبه غالبا حمله تروریستی بر یکی از حسینیه های کابل، حسینیه باقرالعلوم رخ داد که تعداد زیادی از هموطنان عزیز ما در آن حادثه جانهای عزیزشان را باختند و تعداد زیاده مجروح شدند. البته این انتحار و انفجار و مردم ملکی در حوادثی که کشته می شوند ما بارها محکوم کردیم و باز هم محکوم می کنیم. هیچ دین و هیچ عقلی کشتن مردم ملکی را جواز نمی دهد. اما ما نیاز داریم که ریشه یابی بکنیم که این مشکلات و این قتل و کشتار، این انتحار و انفجار از کجا سرچشمه می گیره، کیها هستند پشت سر این حادثات خونین. البته فراموش نکنیم روز بعدی آن روز سه‌شنبه مطلب در روزنامه 8 صبح به نشر رسید که تحت عنوان وهابیت و تروریسم فرقه‌ای و در این مقاله البته نویسنده سعی کرد و تلاش کرد که این حوادث را نسبت بدهد به وهابیت و زعم خودشان و عمدن دو بزرگوار اهل سنت، دو عالم و دو مجدد قرنهایشان را نام برد، هر یک شیخ الاسلام ابن تیمیه و شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمهم الله جمیعا نام برد و گفته است که عاملان اساسی این حوادث اصلا در فکر و اندیشه آن دو شخص نهفته بود. ما سعی میکنیم که ببینیم، بریم به سراغ واقعیت ها، بریم به سراغ تاریخ، بریم به سراغ مصادر و مراجع، چون کتاب های این دو بزرگوار در تمام دنیا فعلا موجود هست. ما میتوانیم که ورق بزنیم ببینیم آیا واقعا در کتاب های آن دو بزرگوار چیزی به نام تروریستی یا چیزی به نام فرقه گرایی یا چیزی به نام قتل و کشتار مردم ملکی وجود داشته یا خیر. آیا آنها در هیچ جای مخالفین خود را محکوم به قتل کردند یا خیر، یا برعکس بریم به سراغ مصادر و کتاب‌های عمده اهل تشیع که در کتاب‌های قوم چه خبر هست. موضوع این هفته ما هست عاملان جنگ‌های مذهبی که امروز منطقه در آتش یک جنگ مذهبی و فرقه‌ای می‌سوزد. اساس این جنگ‌ها در کجا ریشه دارد؟ استاد فاتح عزیز، البته شما در آغاز شاید گفتنی داشته باشین یا پیامی در مورد حادثه باقرالعلوم قبل از اینکه بریم روی مطلب 8 صبح. حقیقتا جناب استاد، همچنان که شما اشاره کردین در هیچ جای در قاموس اسلام و در فرهنگ اسلامی ما نه در آیات قرآن کریم و نه در احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم جواز قتل برای افراد ملکی و برای افراد بیگناه نیامده. حتی اینکه مشرک باشن، حتی اینکه کافر باشن، الا اینکه با مسلمان ها در حال جنگ باشن و صورت های خاصی که در اسلام در قرآن کریم و در آیات در احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم به صورت واضح در اونجا بیان شده. منم به نوبه خود حقیقتا این انفجار و یا این حمله را
به هر حال حالا به هر نامی که بگیرین به نوبه خود تقبیح میکنن با شدید ترین الفاظ که واقعا این کار بسیار زشتی بوده و کار غیر اسلامی بوده و غیر یعنی بر اساس آیات قرآن کریم و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم نبوده و آنچه که به هر حال اتهام بر ائمه و بر علمای بزرگوار اهل سنت بسته میشه حقیقتا این چیزی جز گزافه‌گویی و چیزی جز تهمت و افترا نیست. درست. گفتین که چیزی جز گزافه‌گویی و چیزی جز تهمت و افترا نیست. بر کدام مبنا این حرف رو میزنید؟ حقیقتا جناب استاد اگر شما در کتب این بزرگواران مثلا مثل شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله و شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله و دیگر ائمه بزرگوار و علمای بزرگوار اهل سنت وقتی مراجعه کنین همچون چیزی شما نمیابین که به صورت مستقیم گفته باشه که شما برین بیگناهان را بکشین و بیگناهان را قتل بکنین یا تکفیر بدون دلیل بکنه یا شخص معین به هر حال در بیشتر اوقات یا غالبا فرد معین تکفیر بکنه. اما برعکس جناب استاد همین کسی که حقیقتا این مقاله را نوشته یا اساس اینها به کجا برمیگرده، ما در کتب اینها مثلا در کتب شیعه یا رافضی ها فراوان داریم که اهل سنت را تکفیر میکنند، اهل سنت را مباح الدم میدانند، یعنی اشکال نداره خون آنها را بریزانین بکشین و یعنی اینها آمدن کاسه داغ‌تر از آش شدن. درست. اینها میآیند بر اهل سنت تهمت میزنند که به هر حال اینها کسانی هستند که به نام وهابی البته به نام وهابی و شما میدانید که در طول تاریخ آنچه که مسلمان ها غافلگیر کرده در طول تاریخ اینه که تحت نامهای مختلف در زمانهای مختلف اهل سنت زده شدند. یک زمان به اینها ناصبی میگفتند که بعدا ما برخی از مسائل نشان میدین از کتب شیعه که اهل سنت رو بالاطلاق ناصبی میگن. حالا وهابی میگن همان اهل سنت منظورشان، چون جرئت نمیکنن که مستقیم بگه که سنی ها بگه یا اهل سنت بگه، چون با یک طیف بزرگی از اهل سنت در داخل جامعه افغانستان روبرو میشن. مجبورن که از این لفافه داخل بشن و خیلی راحت متاسفانه اهل سنت رو به جان هم بندازن. حتی از این طریق میبینیم که اهل سنت احیانا به جان هم میاندازن، در حالی که جناب استاد گفتیم که اینها در قدیم برای اهل سنت چی میگفتن؟ ناصبی میگفتن و امروز میگن وهابی. میگه که وهابیت عامل اصلی تروریسم در جهان گسترش میده، در حالی که امروز یعنی الحمدلله خیلی واضح شده، آشکار شده همه چیز. اما آنچه در کتب اینها موجوده، اول اجازه بدین جناب استاد اول شما اجازه بدین که من فعلا هستم در فیسبوک و داخل شدین در صفحه شما. جاوید جان عزیز اگر میشه بیا روی صفحه مانیتور من این مطلبی که استاد فاتی عزیز در صفحه فیسبوکشون نوشتن با هم میخوانیم. بله میشه بزرگتر کنین جاوید جان؟ خب اینجا شما نوشتین حمله تروریستی در کابل غیر قابل تحمل بوده و کشتن بیگناهان هیچ توجیه دینی و انسانی ندارد. این صفحه خودتان است، درست است؟ بله درست. تحلیل بنده این است که پشت این کشتارها دست ایران و جواسیس آن در کار است تا تجربه عراق و سوریه را در افغانستان پیاده نمایند. بله. هدفتان از این حرف چی است؟ جناب استاد حقیقتا اولا من یک نکته را اشاره بکنم و جزاکم الله خیر که ما غافلگیر کردین، صفحه فیسبوک ما نشان دادین. حقیقتا یک نکته را در اینجا عرض کنم که ما تقیه نداریم جناب استاد. برخی ها فکر میکنن که آنچه که ما پشت دوربین میگین خلاف آن چیزی که در خفا میگین. و والله قسم شیخ ما تقیه ندارین. آنچه که حقیقت در فیسبوک می نویسین، آنچه که حقیقت در پشت پرده میگین و آنچه که حقیقت روبروی دوربین میگین، هیچ نوع تقیه ما ندارین مثل اونها که در ظاهر یک چیز بگین در باطن چیز دیگری بگین. اما این نکته جناب استاد که حقیقتا شما اشاره کردین که من تحلیلی که کرده بودم که حقیقتا پشت پرده کار ایرانه، بدون شک در این شکی وجود نداره. آنچه که ما از کتب اینها میبینیم و آنچه که در ظاهر میبینین، آنچه که امروز اتفاق افتاده و در این سالهایی که به هر حال حالا الحمدلله خب امروز هر چیز میتونین مستند باشه. دقیقاً مستند موجوده، ویدیوهای اینها موجوده که اینها چیکار انجام دادن در طول تاریخ، مثلا در حرمین شریفین چیکارها را انجام دادن و میدن و چی هدف دارن برای فعلا. و آنچه که در برخی از کشورهای دیگه مثل عراق و سوریه و امثالهم اتفاق افتاده، برخی از حملات تروریستی خود اینها انجام دادن پشت پرده، ولی انداختن به گردن اهل سنت تا اینکه جنگ، یعنی خودشان میآیند شیعه های خود این گونه میکشن. بله دقیقاً، این به خاطر سیاست خود جناب استاد هر کاری میکنن، به خاطر اینکه
سیاستشان و یا همان ولایت فقیه را در جهان، مثل که آمریکا دموکراسی را میخواد در جهان گسترش بده، هیچ ابایی نداره. از خودش کشته بشه، از طرف دیگه کشته بشه. اینها دقیقاً همان سیاست دارن. سیاستی که خمینی گذاشت بر اینه که خلاصه این ولایت فقیه جهان را بگیره، حداقل نصف دنیا را در 50 سال بگیره. برنامه 50 ساله سنی زدایی که داره. اما جناب استاد حقیقت امر اینه که اینها به خاطر منافع خود هر کاری انجام میدن، حتی شیعه میکشن، چون هدف اینها شیعه نیست، هدف اینها سیاستشانه. هدف آنها اینه که در جهان یک کتاس باشن، حرف اول رو بزنن. برای اونها فرق نمیکنه که سنی بکشن یا شیعه بکشن. اما هدف رسیدن به اهداف شوم سیاسی خودشان است. دقیقاً. اما جناب استاد یک نکته در اینجا هست که اگر در میان اهل سنت کسی همچون کارهای انجام میده، در کتب اهل سنت موجود نیه. اما اینها مادامی که انجام میدن و ایران امروز میبینین که موفق شده، یعنی خود موفق احساس میکنه. استاد فاتح عزیز، بسیار زیاد معذرت میخوایم، مشکل فنی رخ داده. میان برنامه کوتاه را میگیریم و انشالله با حل مشکل فنی برمیگردیم. انشالله با ما باشید. آیا دلمرده‌ای که ما او را زنده گردانیدیم و برایش نوری قرار دادیم که در پرتو آن در میان مردم راه می رود، مانند کسی است که در تاریکی به سر می برد و نمی تواند از آن بیرون بیاید؟ این گونه کارهای کافران برایشان آراسته شده است. وصال حق مرهمی بر دلهای بیمار. بله بیننده های عزیز، بسیار زیاد میبخشید که مشکل فنی رخ داده بود و الحمدلله حل شد. ما برگشتیم خدمت شما دوباره. استاد فاتی عزیز، قبل از اینکه مشکل رخ بده از شما پرسیدم که آیا ایران خود شیعه های خود میکشه؟ شما گفتین که ها برای رسیدن به اهداف شوم سیاسی خود در قصه این است که کی از پیش روش هر کسی که آمد میکشد تا به مو هدفی که زنده ساختن یا پیاده کردن انقلاب خمینی در نصف دنیا حداقل تا 50 سال آینده، به خاطر رسیدن به این هدف آماده هستن هر کاری بکنن. بله جناب استاد، بدون شک حقیقتیه. اینها به خاطر اهداف، به خاطر پیاده کردن اهداف خود در کشورهای اسلامی و جایگزین کردن ولایت سفیه در کشورهای اسلامی از هر کاری که از دستشان بیایه انجام میدن و هیچ کاری از این دریغ نمیکنن. اما یک نکته‌ای که هست جناب استاد اینه که چگونه موفق شده که شیعه ها فریب بده. شیعیانی که چی در افغانستان، چی در ایران، چی در هر منطقه که هستن، چی در سوریه، چی در عراق، در مناطق مختلفی که هستن، چگونه اینها توانسته فریب بده؟ چون جناب استاد از این طریق داخل میشه که راحت میگه اینها ناصبی اند، این سنی ها ناصبی اند و مباح الدم، درست، بکشین اینها، اشکال نداره. و ما فتواها از اینا در کتب اینها اولا موجوده که عموم اهل سنت ناصبی میگن، بعد قتل ناصبی جایز میدانن، میگن اشکال نداره ناصبی بکشین و خیلی راحت یعنی میتوانند که جوانهای شیعه از این طریق فریب بدن، چون در کتبشان جناب استاد موجوده. حالا شاید در میان اهل سنت اگر همچون کسی ظهور بکنه و بگه برین بکشین مردم، شاید همچون کاری انجام نده، چون در کتب اهل سنت همچون چیزی نیه که شما برین بیگناهان را بکشین، هر کاری که دل شما میخواد انجام بدین. ولی اینها مباح الدم میدانن، مال اونها رو بگیرین، زنان اونها رو بگیرین، به هر حال به خانه آنها تجاوز بکنین، اشکال نداره، هر کار دلتون میخواد بکنین. اینها ناصبیان، اینها دشمن اهل بیتن به تعبیر عامیانه. و از این طریق حقیقتا موفق شده و برای او گفتیم فرق نمیکنه شیعه بکشه یا سنی بکشه، خیلی راحت، یعنی از طرق مختلف. یا احیانا میشه جناب استاد که یک سنی رو اجیر بکنن، یک سنی که نمیفهمه
درست از دین خود آگاه نیه، خیلی راحت والله اینها وهابیان، بگیر اینها رو بکش. یا برو داخل مسجد غیر مستقیم والله شیعه ها کافرن فلانن میفرسته رو داخل مسجد، برو اینها رو انفجار بده بکش، در حالی که پشت پرده ایران دست به کاره و خیلی راحتی کارها رو انجام میده برای اینکه ولایت فقیر به هر صورت در کشورهای اسلامی گسترش بده. تشکر، سلامت باشید. اجازه بدین بریم به صفحه روزنامه 8 صبح و یک بخشی از اون مطلبی که اونها نشر کرده بودن اما قرائت بکنم. جاوید جان بیا روی مانیتور من. بله، این صفحه روزنامه 8 صبح هست. عنوان این مقاله هست وهابیت و تروریسم فرقه‌ای. تروریسم فرقه‌ای که دیروز در کابل، این روز سه‌شنبه غالبا نوشته شده و از روز دوشنبه که در باقرالعلوم چیزی که رخ داد او را به گردن وهابیت میزنه. تروریسم فرقه‌ای که دیروز در کابل از مردم بیگناه قربانی گرفت در افکار ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب نجدی ریشه دارد. نظرات ابن تیمیه فقیه و حدیث شناس نابگرای عرب که در قرن 14 میلادی در دمشق میزیست مبنای تئوریک جنگ فرقه‌ای در دنیای اسلام است. او در سال 1303 میلادی در رساله های متعددش تعریفی از مسلمان واقعی به دست داد که بر اساس آن صوفی ها، متکلمان، دوستداران فلسفه و شیعه باوران مشمول آن نبودند. ابن تیمیه نوشت که مسلمان واقعی کسی است که متون مرکزی اسلام را میخواند و پیامبر را الگو قرار میدهد. در نوشته های او آمده است که بحث های فلسفی، باور به تصوف، بحث در مورد خداشناسی و مذهب شیعه انسان باورمند به اسلام را از وادی مسلمانی بیرون میکند. ابن تیمیه فلسفه‌ای که فیلسوف های مسلمان ساخته بودند بدعت اعلام کرد و تصوف و تشیع را هم به تلویح چیزی معادل شرک و نامسلمانی خواند و به این ترتیب دکترین تکفیر را اساس گذاشت. ابن تیمیه علیه حاکمان مسلمان مغول هم اعلام جنگ کرد. و درست است این چیزهایی که نه، اینها حقیقتا حاکمان اسلامی مغول، اینها یک بحث جدای جناب استاد. اینهایی که در هند بودن جدا از اون کسانی که در زمان ابن تیمیه چنگیز وجود داشت. این چنگیز یعنی حقیقتا به اون حاکم اسلامی گفتن، این دو تا رو با هم خلط میکنن، تداخل کردن، یعنی واقعا این نشانگر یا تدلیس یا از روی جهل جناب استاد. اینها متاسفانه احیانا برخی از علمای اسلامی مثل شیخ محمد ابن عبدالوهاب و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمهم الله و دیگر ائمه بزرگوار و دیگر علما را اینها از کتب خودشان نمیشناسند. شاید این بیچاره تا حالا اصلا یک کتاب از این بزرگواران را ندیده. بر اساس کتبی که دشمنان آنها نوشتن شاید یک فیصله بیجای کرده، همچون فیصله کرده. و الا اینکه حقیقت امر اینه که اگر به کتب اینها مراجعه بکنین، همچنان که شما گفتین امروز در جهان کتبشان موجوده. شاید مثلا در افغانستان کتب اینها مطبوع یعنی چاپ شده کم باشه، درست. ولی امروز خب به هر حال در اینترنت موجوده، در مکتبه شامله موجوده، در برخی از کتب دیگه، برخی از برنامه‌های دیگه موجوده. فرد میتونه بره به کتب اینها مراجعه بکنه و اصل موضوع رو از نزدیک مشاهده بکنه. اما مهم اینه که جناب استاد متاسفانه یک بدبختی که در میان اینها به خصوص وجود داره، اینها چشمای اینها بسته، دست اینها دست کسی دیگه، به هر جهتی که خواسته باشه میکشه. یک کتاب دیگر خوانده از دشمنان این عالم بر رد او نوشته، میخواد که برای رد این عالم از او کتاب دشمنش استفاده بکنه. این واقعا یعنی دور از انصافه و همچون چیزی حقیقتا وجود نداره. سبب دشمنی و عداوت خاصی که شیعه ها با شیخ الاسلام ابن تیمیه دارن به نظر شما در چی است؟ جناب استاد حقیقت امر اینه که اینها با خیلی از علما مشکل دارن. مثلا یعنی هدفتان این است که با دین اصلا مشکل دارن؟ اصلا کلا اینها با اهل سنت و با اسلام و با قرآن مشکل دارن. حقیقت امر اینه. چرا؟ یعنی میشه گفت که چرا ابن تیمیه را در جلو خود قرار دادن، برای زدن اسلام ابن تیمیه را به جلو خود قرار دادن؟ به خاطر اینکه زمانی که ابن تیمیه رحمه الله میزیست، متکلمین، فلاسفه و برخی دیگر از فرق باطل زیاد بودند و بر علیه او تبلیغات زیاد کردند و فکره اکثر مسلمان ها را نسبت به این شخصیت خراب کردند. اینها وقتی ابن تیمیه میزنند، اگرچه گفتیم هدف اصلی آنها زدن دینه، شخص ابن تیمیه نیست، شخص ابن تیمیه، و اگر نشه بیان ابن تیمیه نه اصول دینه نه فرع دینه، بندازین ابن تیمیه را کنار. یقینا
ابن تیمیه یک عالم مثل دیگر علما. ولی چرا این رو پیش میندازن؟ به خاطر اینه که خیلی راحت میتونن از بعض سنی هایی که از بعض اهل سنتی که آگاهی درست ندارن از اونها هم استفاده کنن. درست. از اونها هم استفاده کنن که والله ما با شما کدام مشکلی ندارین، حرف ما با شما نیه، حرف ما با اصل وهابی یا همان ناصبی هایی که در قدیم میگفتن، حرف ما با ناصبی هاست که اگر بعدا اجازه بدید بعد از اینکه این را خوادین اجازه بدید من نشان میدم برخی از مدارک از کتب اینها که ناصبی کیست. همینجا باز هم تلبیس میکنه. اجازه بدین که من مطلب بخونم، آخر مطلب البته کامل نمیخونم چون گپ‌های بیهوده در مورد شیخ محمد بن عبدالوهاب و تأسیس دولت آل سعود نیازی نیست، با موضوع ما ربطی نداره. در آخر این مطلب جاوید جان بیا روی مانیتور من. در آخر این مطلب خیلی جالب است، اینجا میگوید که بیشتر مردم افغانستان حنفی مذهبند. دقیق بشنوید. بیشتر مردم افغانستان حنفی مذهبند. مذهب حنفی با تصوف، کلام و تشیع مشکل ندارد. یعنی مذهب حنفی با تشیع مشکل ندارد. مذهب حنفی اهل رأی است و از نسل‌گرایی پرهیز میکند. از آنجایی که وهابی ها مخالف مذهب حنفی هستند، وهابی ها مخالف مذهب وهابی هستند، به هیچ وجه در افغانستان صاحب پایگاه اجتماعی نمی شوند. کی؟ وهابی ها صاحب جایگاه یا پایگاه اجتماعی نمی شوند. مردم افغانستان آنقدر با وهابیگری به لحاظ فکری فاصله دارند که شماری از حجاج سنی مذهب افغان در مراسم حج به مولای امام کعبه به دلیل وهابی بودن او اقتدا نمی کنند. سلفیگری شانس موفقیت در افغانستان ندارد. ماشاءالله. آیا واقعا مذهب حنفی یا حنفیت با تشیع قسمی که ادعا کرده هیچ مشکل نداره؟ مشکل هر دو تنها با وهابیت است؟ جناب استاد اولا بگذاریم که مثلا عکس کنین که آیا خود مذهب شیعه یا خود مذهب رافضی با حنفیت یا با امام ابو حنیفه مشکل نداره. بعدن بیاین مثلا از این موضوع که آیا واقعا این رقم که ادعا میکنه که حنفیت با شیعه یا با تشیع یا با همان رافضیگری مشکل نداره و تفاوتی نداره با هم. بله. بیاین اول بریم کتاب الانوار النعمانیه. جناب استاد این گر برای بینندگان عزیز نشان بدین، این کتاب الانوار النعمانیه از فردی به نام سید نعمت الله جزائری. در مورد چی؟ در مورد موضوع جواز قتل ناصبی و تعریف ناصبی و امام ابو حنیفه. خوب است. بیا جاوید جان بیا روی مانیتور من. بله این کتاب الانوار النعمانیه است. بله جزء دوم اینجا مشخص است. بله جزء دوم است. بعد طبعه هم نوشته که در کجا چاپ شده و در کدام سال چاپ شده. بله اینجا مشخصات اینه. بعد بیاین اینجا جناب استاد چی میگه. اینجا خیلی حرف جالب میزنه که به تمام سوالات ما حقیقتا پاسخ میده. این قسمت بالا میگه که وقد روی عن النبی صلی الله علیه و سلم ان علامت النواصب تقدیم غیر علی علیه. میگه که علامت ناصبی اینه که غیر علی را بر علی شده. این از پیامبر روایت کرده. وقد روی این را از پیامبر روایت کرده. پیامبر نشانه های نواصب و ناصبی ها را بیان کرده. بله بله. خب اگرچه در روایت دیگه هم میاد در لا یحضر الفقیه شبیه همیه. درست. شبیه همیه. میگه که پیامبر علیه السلام گفتن که علامت ناصبی اینه که غیر علی را بر علی تقدیم میکنه. غیر علی علیه. شما جناب استاد بیاین ببینین که عموم اهل سنت و جمهور اهل سنت آیا حداقل ابوبکر و عمر رضی الله عنهما را بر علی تقدیم میکنن یا نمیکنن؟ به خصوص احناف. کدام کتاب عقیده اهل سنت که خالی از این موضوع باشه؟ به خصوص احناف. حتی در کتاب الفقه الاکبر امام ابو حنیفه وقتی شما مراجعه بکنین در بخشی که میگه که اول ابوبکر و بعد عمر و بعد عثمان و بعد علی رضی الله تعالی عنهم، اینها رو به ترتیب بیان میکنه. این میگه علامت، میگه پیامبر گفته که معاذ الله که رسول الله علیه السلام همچون حرف زده باشن دروغی بر پیامبر علیه السلام بسته. میگه که علامت ناصبی این است که غیر علی را بر علی تقدیم بکنه. پس بناهن چی حنفی چی شافعی چی مالکی چی حنبلی همه اینها بالاتفاق به نزد اینها ناصبیان چون ابوبکر و عمر رو بر علی تقدیم. بله دقیقاً جناب استاد. ولی بیاین جالبتر بر اینه که چند خط پایینتر از آن چی میگه. میگه همین معنا رو تایید میکنه که ائمه علیهم السلام و میگه ائمه علیهم السلام و خواص ائمه چی گفتن؟ اطلقوا لفظ الناصبی علی ابی حنیفه و امثاله
چی گفتین؟ این عبارت اطلاق کردن میگه که و یؤید هذا المعنى. بله میگه همین معنا را تایید میکنه، همین معنایی که ما قبلا یعنی گفتیم روایتی که از پیامبر علامت داشتن النواصب. بله از دیگر ائمه هم در تایید این روایت دارن. بله دقیقاً میگه که دقیقاً تایید میکنه قول رسول الله علیه السلام را، آنچه که ائمه و خواص ائمه اطلاق ناصبی را بر ابو حنیفه و امثال ابو حنیفه کردن. جاوید جان بیا این نام امام ابو حنیفه رحمه الله را با کلمه ناصبی علی ابی حنیفه و امثاله اگر بزرگتر نشان بدین. بله، اطلق لفظ ناصبی علی ابی حنیفه و امثاله، یعنی لفظ ناصبی یا کلمه ناصبی یا لقب ناصبی بگیم شاید مناسب تر باشه، فعلا که لقب وهابی است. لقب ناصبی را در آن زمان بر ابو حنیفه و امثالش که شاگرداش هست دیگه، ابو یوسف و امام محمد و امام زفر و امثاله امام شافعی، امام مالک و حنبل و دیگه امام احمد ابن حنبل و دیگر ائمه بزرگوار، یعنی ناصبی و کسایی که هم فکر امام ابو حنیفه اند، اینها همه ناصبی اند، همه اینها ناصبی اند. اگرچه در تعریف بالا خیلی واضح، یعنی از اون قولی که گفته بود که هر کس که تقدیم غیر علی بر علی رضی الله عنه بدون شک ناصبیه. اما بیاین جناب استاد، جالب بر اینه که چند خط پایین‌تر این ناصبی خو ابو حنیفه و امثالش هم ناصبی شد. ما و شما و همه اهل سنت و الجماعت بنا بر تقدیم ابوبکر و عمر بر علی رضی الله عنهم جمیعا ناصبی شدیم. حالا ناصبی را مشکلش چی میکنن باز؟ جناب استاد اینجا چند خط پایین‌تر ببینید چی میگه. میگه که جاوید جان باز هم بیا همراه ما مانیتور و این روایت در چند کتاب آمده. درست. میگه که در چند کتاب خود اینها میگه قلت لی ابی عبدالله ما تقول فی قتل الناصب، میگه در قتل و در کشتن ناصبی چی میگی؟ از راوی میگه، راوی از ابی عبدالله جعفر صادق پرسان میکنه، از امام جعفر صادق پرسیده، بله پرسان میکنه که نظر تو در مورد قتل ناصبی چیه؟ ناصبی که قبلا ابو حنیفه را گفت. بله امام ابو حنیفه و دیگران و کسایی که امثال امام ابو حنیفه همچون فکر دارن. قال حلال الدم، یعنی امام ابو حنیفه حلال الدم و کل حنفی حلال الدم، اینها کشته بشن. اما میگه تقیه کن، من میترسم که مبادا تو نتانی این کار انجام بدی و تو بگیر بیفتی. اگر به هر حال برای تو میسر شد، دیوار بر او چپه بکن، دیوار بر او بریزان. اگر دیدی که از زیر دیوار یک ناصبی مثل ابو حنیفه و امثال ابو حنیفه گذر کردن، توانش را داشتی که اولا که بکشون ها. اگر توان ایر نداشتی که بکشی و میترسیدی که مبادا خودت کشته بشی، دیوار بالای اونها بریزان. و اگر این کار نمیتوانستی، حداقل رو در آب غرق بکن. جای یافتی که آبی بزن بره داخل دریا. حنیفه از روی پل میگذره، بزن بره داخل دریا. خیلی راحت. این یعنی جناب استاد این روایات یعنی چی میگه؟ این روایات چی میگه؟ این روایات میگه که اهل تشیع با احناف هیچ مشکلی ندارن. بله واقعا مشکلشون با ابو حنیفه ناصبی هست، با احناف مشکل ندارن. بله واقعا هم که همین حرف میزنه. و همین روایت جناب استاد خوبه که در کتاب بهار الانوار هم نشان بدین، حکم ناصبی در بهار الانوار. بله اینجا ببینین که شبیه همین روایت را آورده. جاوید جان بهار الانوار هست. این همون بهار الانواری است که روش آقای محسنی کار کرده. بله مشرع بهار الانوار. بله بهار الانوار است. بله. جزء از 27 27 است. بله اینجا المجلد الرابع العشر اینجا نوشته. درست. بعد میایه اینجا بله پوشه از اونه. درست. ولی اصل در اینه که همون جزء 27. خب درست. بعد همین روایت در جناب استاد میاره اونجا، میگه قلت لابی عبدالله ما تقول فی قتل الناصب قال حلال الدم. همین روایت عبدالله باز هم امام جعفر است. بله همون روایت جناب استاد، همون روایتی که درست در انوار النعمانی سید نعمت الله جزایری در انوار النعمانی آورده، بهار الانوارش آورده. بله جناب آقای مجلسی هم در اینجا آن را آوردن. و جناب استاد عجیب بر اینه که در کتاب دیگه تکفیر اهل سنت عموما اهل سنت تکفیر میکنه. اگر من یک چیز دیگه در آخرش میبینم، قلت فما ترى فی ماله. بله درسته. این اگر چی میگم درباره گرفتن مالش هم چیزی هست که بله مالش هم گرفته حلال دیگه. وقتی که حلال الدم باشه مال هم مباح بگیر، اشکال نداره. و اینها حقیقتا جناب استاد نظر آنها در مورد امام ابو حنیفه و کسایی که مصیبت است. بله واقعا مصیبته. و عجیب اینه که میگه وهابیت
تروریسم در جهان گسترش میده. در حقیقت ما گفتیم که اولا وهابیت منظور عموم اهل سنت، اینها دروغ میگن، تقیه میکنن، وگرنه هیچ شک و تردیدی. حتی جناب استاد هدف اول اساسیشون ابو حنیفه است. بله بله، جالب بر اینه که جناب استاد اینها عموم اهل سنت را با الفاظ دیگه هم تکفیر میکنن. مثلا شما در کتاب من لا یحضره الفقیه ببینید اونجا تکفیر اهل سنت، ببینید که چی میگه. جاوید جان بیا. بله، کتاب من لا یحضره الفقیه از شیخ صدوق است. بله، این هم صفحه بعدیش. اینجا چی است؟ اینجا جناب استاد این صفحه بعدی رو نشان بدین. میگه فقلت له، گفتم برای امام، ارایت من جحد الامام منکم ما حاله، حال کسی که امامت شما را انکار بکنه چیه؟ فقال برای گفت کی گفته؟ برای امام گفته. خب برای امام ابو جعفر صادق است. بله. برای امام جعفر صادق شاگردش میگه. بله. اینجا میگه فقال من جحد اماما برئ من الله و برئ منه و من دینه فهو کافر مرتد عن الاسلام. هدفش اینجا انکار کدام امام است؟ هر امامی که باشه. نه منظور امام ائمه 12 گانه خودشان هست. درست. امام ائمه منظورشان ائمه 12 گانه امامت. درست. کسی که انکار بکنه از این من جحد اماما برئ من الله و برئ منه و من دینه فهو کافر مرتد عن الاسلام. این دیگه یعنی چی میگه؟ مرتد میکنه، میگه اینها از اسلام یعنی بیرونن، اینها مرتدن. یکی از 12 امام ایمان نداشته باشه. جناب استاد حقیقت امر اینه که اینها امامت اصلی از اصول دین میدانن بدون شک، و اصلی از اصول دین انکار کردن کفر. این عقیده ایشان هست. عقیده ایشان هست. این که این روز میآیند صراحت به همین موضوع داره. بله. یک روز جناب استاد جالب بر اینه که یک کسی آمد در فضای فیسبوک پیام خصوصی برای من نوشت که والله مشکل ما با شما وهابی های، به تعبیر اونها وهابی های، ما با برادران اهل سنت خود هیچ مشکل نداریم. من برای از گفتم که خیلی خوب، تو با من مشکل داری، با عموم اهل سنت مشکل نداری، فقط از تو یک سوال میپرسم، بگو که حکم کسی که امامت را انکار بکنه چیه؟ فرار میکرد. نه والله ما با وهابیت. گفتم نه، سوال مر جواب بدی. کسی که امامت را انکار بکنه از نظر تو چیه؟ گفت کافره. گفتم خیلی خوب، پس اهل سنت امامت شما را قبول ندارن. امامتی که شما قبول دارین اهل سنت این را به عنوان اصل دین نمیدانن و این را قبول ندارن، پس کافرن. گفت ها والله نمیفهم فلان عالم چی گفته و فلان عالم. یعنی خیلی راحت در میرن جناب استاد از این سوال، چون در اصول و مبانی دینی اینها نوشته که امامت اصل دینه، از اصول دینه. هر کس انکار بکنه کافره. حالا اینجا جناب استاد به صورت صریح اولا در او کتاب گذشته امام ابو حنیفه ناصبی گفت، عموم اهل سنت ناصبی گفت، ائمه اهل سنت ناصبی گفت، بعد آنها واجب القتل دانست که اشکال نداره بکش، اگر توان کشتن نداره دیوار بالیو بریزان، اگر دیوار نمیتونی او غرق کو در آب بکش، اشکال نداره. و مال هم به هر حال مباح، میتونی مال هم بگیری، اشکال نداره، به هر صورتی که دلت میخواد با استفاده بکنی. عموم شیعیان جناب استاد از این عقاید با خبر نیستن. فکر میکنن همین حرفهای دروغی که به نام وحدت و به نام اینها به گوش آنها خوانده میشه، فکر میکنن واقعیت داره اینها، ولی حقیقت امر اینه که اصل اعتقاد اینها بر اینه، بر تکفیر اهل سنت و بر تکفیر غیرشان. درست. یعنی عموما حتی 6 امامی اینا کافر میدانن، میگه یک امام را هم که انکار بکنه کافره. درست. یک امام را هم انکار بکنه کافره و مرتد. یعنی جناب استاد شما دیگه تصور بکنین، بعد اینها می کاسه دختر از آش میشه که والله نمیفهمم ما چونین هستین. و در مورد امام ابو حنیفه یعنی حقیقتا غیر از اینکه ناصبی میگن به امام ابو حنیفه، چیزهای دیگری هم میگن. حتی امام ابو حنیفه صراحتا لعن میکنن، تکفیر میکنن، لعن میکنن. مثلا شما خب ناصبی در کتاب اصول ناصبی گفت و بنابر این که امامت انکار میکنه، حتما ابو حنیفه هم به امامت عقیده و باور نداشت. بله کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه، کتاب فقه به هر حال شرح عقیده، کتاب عقیده طحاویه که بر اساس فکر امام ابو حنیفه نوشته شده موجوده. بله، که به امامت باور نداشتن، بنابر انکار امامت کافر، مرتد و خارج از دین شدن. بله.
خب شما گفتین لعنم میکنه. بله لعن میکنن صراحتا. امام ابو حنیفه لعن میکنن در کتاب اصول کافی. کتاب اصول کافی. اصول کافی. بله. اصول کافی پیش اونا مثل که بخاری، بله خیلی معتبره پیش اهل سنت. اگر چی حالا بعضی ها در میرن از این، والله در اصول کافی هم روایت ضعیف وجود داره و فلان، ولی برخی دیگه صراحتا میگن که اینها تقیه میکنن. حقیقت امر اینه که کل اصول کافی صحیحه. درست. و به تایید امام زمان هم رسیده. به هر حال کتاب معتمدی در نزد اونها. حالا یعنی معتمدترین کتاب است. اگر اصول کافی را قبول نکنن، حالا اینکه برخی ها این قول که به تایید امام زمان رسیده این را رد میکنن، نه والله این در مقدمه هست و فلان است و فلان، تو خودشان را دور میکنن. حالا فرض بکنین دور میکنن، خیلی خوب، ولی اکثر علمای شیعه یا اگر بس جمهور علمای شیعه بگین، مگر کسایی که امروز جدید آمدن خودشان را به هر حال به این در آن در میزنن که نه والله این روایت چونین است و چنان است، و یا زحمتی که آمده مجلسی کشیده در کتاب مرآت العقول برخی از روایت تضعیف کرده. خب بسیار کمه تعداد روایتی که تضعیف کرده. حتما به هر صورت این روایت شامل او تضعیف شده هم نیست. بله. جاوید جان بیا روی مانیتور من که ببینیم آقای در اصول کافی ببینین چی میگه. چی میگه. بله اصول کافی است. هم صفحه بعدش است. بله. این هم صفحه است که در روایت مورد نظر ما کتاب العقل و الجهل. بله. اینجا در اصول کافی با تیر سرخ اگر ببینید بیننده های عزیز نشانی شده. بله. ثم قال چی میگه. بله بخونین. بله. ثم قال لعن الله ابا حنیفه. ایرا کی گفته؟ امام گفته. امام ابوالحسن موسی کاظم هست حتما دیگه. بله به احتمال قوی. درست که ایشون باشن. امام موسی کاظم چی گفته؟ گفته که اینجا ثم قال لعن الله ابا حنیفه در باب قیاس حرف میزنه. در باب قیاس و رأی که اینم آمده خودش را کاسه داختر از آش کرده که والله مذهب حنفی بر اساس رأی است و اینها با سلفیت مشکل دارن و چونین هستن و چونان هستن. خودتان امام ابو حنیفه به خاطر این موضوع لعن میکنید. ناسبه گفتین. بله. بنابراین کار امامت کافر و مرتد و مباح الدم، مباح المال، مباح زن گفتین. بله. اینجا آمده لعنت هم میکنین. بله. مشکل با احناف فقط وهابیا داره. بله. و با شیعه های مشکل نداره. بله حقیقت حنفی که به خاطر همین، به خاطر دیگر نه، بله. دیگر مسائل دین و عقیده را کنار بگذاریم خو هست. تنها همی که امام ابو حنیفه را کافر و مباح الدم و مباح المال و لعنت میکنن، اگر به خاطر همین هم غیرتشون جوش نمیخوره دیگه. واقعا جناب استاد عجیبه. شبیه همین روایت در وسائل شیعه هم آمده، در مجلد یا در جلد 9 شبیه همین روایت در اونجا هم نقل کرده که امام ابو حنیفه رحمه الله لعن کردن. همین روایت در اونجا هم نقل شده. به هر صورت جناب استاد این نظر اینهاست، ولی حقیقتا اینها با کدام جرأت میان همچون حرف میزنن که والله ما مشکلی با احناف ندارن یا احناف با ما مشکل ندارن. این خوبه که جمله خوب استفاده کرده که احناف با ما مشکل ندارن، چون میفهمه که خودی با احناف مشکل داره. دقیقاً. بله. این دقت نظر این نویسنده نشان میداده و تغییر به هر حال خیلی راحت میتونه سر بعضی ها شیره به مال از این تعداد زیادی از ملاهای منسوب به مذهب حنفی با صراحت میگن که ما مشکلی با جعفری ها نداریم، اما خبر ندارن که او جعفری ها یا 12 امامی ها در مورد امام ابو حنیفه رحمه الله که تاج سر ما هست، یکی از ائمه بزرگ اهل سنت و الجماعه هست، نظرشون در مورد این امام بزرگوار چی است؟ بدون شک جناب استاد. بیاین مثلا رأی احناف رو در مورد اینها ببینین، در مورد رافضی ها و کسانی که سب شیخین میکنن و کسانی که حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها را متهم نعوذ بالله و زنا میکنن مثل قومی و امثالش. ببینین که نظر احناف در مورد اینها چیست. مثلا در فتوای هندیه مراجعه بکنید. در مورد بله شیعه. بله در مورد رافضی ها. درست. امروز ما شیعه نداریم، همش رافضی هستن. اینها اکثرا روایت هایی که اگر چه جناب استاد یعنی حقیقتا برخی از افرادی هستند که چنانچه گفتم اینها از دین اصلی رافضیگری آگاه نیستند. بیچاره ها در همان حالت یعنی شاید واقعیت بگن، عوامشان را میگم، شاید واقعیت بگن که ما با اهل سنت مشکلی نداریم و در ظاهر و در باطن هم چنین باشن، چون خبر ندارن و الا یک از این روایت خبر داشته باشن که سنی بگیر مالش را بخور اشکال نداره.
به هر حال میتونی رو بکشی، میتونی زیر دیوار کنی، میتونی رو در دریا غرق بکنی. اینها کافرن، اینها ناصبی ان. چون اینها یک تعریفی دارن از ناصبی که یعنی دشمن اهل بیت. ولی اون روایتی که ما قبلا گفتیم خیلی جالب گفته بود. نه، ناصبی میگه نیه که دشمن اهل بیت باشه. تنها دشمنی نیست، همین که ابوبکر و عمر را بر حضرت علی رضی الله عنه تقدیم کردی دیگه تمام شد. حرف تمامه. و جناب استاد ببینید در اینجا در فتوای هندیه یا عالمگیریه که از فتوای احناف، ببینید چی میگه. اگرچه در این مورد جناب استاد در کتب احناف فتوا الهندیه، بله جاوید جان بیا روی مانیتور من، در کتب ائمه اهل سنت در این مورد زیاده جناب استاد. فتوای هندیه است، بله، من فتوا الجزء الثاني من الفتوى العالمگیریه، بله، معروف بالفتوى الهندیه. خوب است. در اینجا جناب استاد یک نقل قول میکنه. جالب بر اینه که در خیلی از کتب فتوای احناف این نقل قول وجود داره. مثلا در خلاصه الفتاوا هم موجوده، شبیه همی در حاشیه ابن عابدین هم موجوده و در خیلی از کتبی که بنده دیدم در فتوای حنفی این موضوع وجود داره. درست. اینجا ببینید چی میگه جناب استاد. میگه الرافضی ان كان يسب الشيخين ولعنهما والعياذ بالله فهو کافر. از سر بخوانید. میگه رافضی اگر شیخین را سب بکنه، دشنام بده شیخین را. شیخین کیه؟ ابوبکر و عمر، ابوبکر و عمر رضی الله عنهما، و یلعنهما، و اونها لعنت بکنه، لعن بکنه، لعن ابوبکر بکنه، لعن عمر بکنه، والعیاذ بالله گفته که این قول خودش هست. فهو کافر، این فرد کافره، این فرد کافره. این فتوای احنافه، فتوای احناف در مورد کی؟ در مورد رافضی. رافضی که می ادعا میکنه که احناف و ما هیچ مشکل ندارن. دقیقاً احناف و ما مشکل ندارن. درسته، احناف و تو مشکل ندارن، ولی او علفی هایی که به دنبال هزاری ان که هزاری بگیرن برای خود، به دنبال اینن که جا و مقام بگیرن، شاید با تو مشکل نداشته باشن. تو اگر سب و شتم بکنی، اگر بیای مثلا تابلو نام امام ابو حنیفه به زیر پا هم بکنی، بیاندازی هم توهین به امام ابو حنیفه هم بکنی، نفس نمیکشه. اون درسته، ولی مذهب احناف آنچه که در کتبشان موجوده اینه. و جناب استاد یک نکته دیگری که حقیقتا شاید از این حرف ما کسی بیه سوء استفاده بکنه که بله شما قبلا گفتین که ائمه نیه که گفته باشن شما دیگران را بکشین و فلان بکنین. در اینجا میگه کافره، ولی شخص معین تکفیر نکرده و نگفته که شما برین بکشین. یک عقیده را کافر گفته و نگفته که را زیر دیوار بکنین یا غرق. حتی ای که جناب استاد برخی از علما معتقد بر اینن که کسی که سب و شتم شیخین به خصوص بکنه، یا نعوذ بالله امام نعوذ بالله ای که در این مورد خو امام ابن کثیر میگه اجماع علماست که هر کس حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها را متهم به زنا بکنه، این فرد کافر میشه. ولی وقتی میگن کافر، این حکم کفر را، این حکم ارتداد را بر این فرد هر کس نمیتونه اجرا بکنه. باز در آن اصول و ضوابطی داره که باید یک حاکمی باشه و یک کسی بله در او تصمیم بگیره. حالا کسایی که به این قول هستن که باید کشته بشه، از این قول ما سوء استفاده نشه. دقیقاً سوء استفاده نشه که باز کسی بگه والله شما گفتین یعنی پس بکشین. کافر یعنی بکش. این تعبیریه که متاسفانه ملاحده هم در این مورد با این رافضی ها هم نوا هستند که فکر میکنن همین که گفتین کافر یعنی بکش، در حالی که این چنین نیست. از خود یک اصولی داره، ضوابطی داره، از خود یک آدابی داره، احکامی داره در این مورد. خب این حرف کیه؟ حرفی است که در فتوای عالمگیریه یا فتوای هندیه موجوده. و جالبیه که میگه در ادامه میگه اگر علی رضی الله تعالی عنه را بر ابوبکر رضی الله تعالی عنه ترجیح بده و او را بگه که علی بر ابوبکر افضل، میگه کافر نیست. لا یکون کافرا الا انه مبتدع. بله. و باز برمیگردین جناب استاد به قولی که الانوار النعمانی آورده بود که هر کس غیر علی را بر علی تقدیم بکنه ناصبیه. و اینجا چی میگه؟ میگه هر کس که علی را بر ابوبکر رضی الله تعالی عنه تقدیم بکنه چیه؟ مبتدیه. پس بنابراین نتیجه میگیرین که اهل سنت نظرشان بر اینه که ابوبکر بر علی رضی الله تعالی عنه ترجیح داره. بله. پس بنابراین خصوصا مذهب حنفی که فتوای هندی است. بله. پس بنابراین اینها همه ناصبیان. خب این قولیه که در فتوای هندیه. جناب استاد یک جای دیگر هم نشان بدین که وقت بیننده ها هم گرفته نشه. شرح عقیده طحاویه. درست. شرح عقیده طحاویه که از امام جاوید جان ابن ابی العز حنفی، بله، این علی ابن محمد ابن ابی العز حنفی دمشقی، بسیار خوب، متوفی سال 792 هست. درست. و نه ابن تیمیه و نه هم محمد ابن عبدالوهاب نه هم کسی دیگه. یک عالم حنفی مذهب. یک عالم حنفی مذهبه. بله.
و میگه و انما قال الشیخ رحمه الله، یعنی منظورش الشیخ علامه طحاویه، ابو جعفر طحاوی رحمه الله، فقد برئ من النفاق لان اصل الرفض انما احدثه منافق زنديق. میگه اصل رفض یک آدم منافق و زندیقی، یعنی اساس رافضگری را، بله، چیزی که در کتب خودشان هم در برخی از کتبشان موجوده، کتب رافضی ها. میگه قصده ابطال دین الاسلام، قصدش از به وجود آوردن مذهب رفض چیه؟ از بین بردن دین اسلامه. والقدح فی الرسول صلی الله علیه و سلم، و این که بر پیامبر علیه السلام قدح وارد بکنه، طعن وارد بکنه، و دیگه هدفی نداشته. کما ذکر ذلك العلماء فإن عبد الله بن سبع الى آخر که قول حقیقتا میاره. این نظر احناف جناب استاد از مذهب رافضی، و حقیقتا واضح میگه که هر کس حقیقتا این مذهب رو به وجود آورده هدفش نابود کردن اسلام بوده. خب جناب استاد، اینها چیزهایی که در کتب اینها موجوده، اما آنچه که امروز اینها ظاهر میکنن، خب اجازه بدید که یک آنچه که اینها امروز ظاهر میکنن را بگذاریم و بعد از یک برنامه کوتاه را میبینیم. بیننده‌های عزیز، میان برنامه کوتاه را میبینیم و برمیگردیم. با ما باشید. لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ما شاء الله. الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان علیا عبد الله. الله اکبر. با سلام دوباره خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی، البته با موضوع عاملان جنگ های مذهبی در منطقه خدمت شما هستیم. در این برنامه قلب آسیا مطلب از روزنامه 8 صبح خدمتتان عرض کردیم که در اون مطلب گفته بود که اساس این تروریستی یا فرقه تروریسم در افکار شیخ الاسلام ابن تیمیه و شیخ محمد ابن عبدالوهاب است. یعنی این وهابی ها هستند که این قتل و ترور و تکفیر و همین ها را انجام میتن. در آخر این مطلب اشاره کرده بود که در افغانستان شیعه ها با احناف، با حنفی ها هیچ مشکل نداره و اکثریت مسلمان های افغانستان حنفی مذهب هستند. مشکل آنها با شیعه ها در هیچ چیز نیست، البته مشکل هر دو با وهابیت هست و برای وهابیت در افغانستان هیچ جایگاه هم وجود نداره. البته به شکل عموم وهابی امروز هر او کسی است که آمده از همه حقیقت مذهب تشیع پرده برداره، او شافعی باشه، حنفی باشه، مالکی باشه، حنبلی باشه، هر چی که باشه فرق نمیکنه. غیر از جناب استاد، شما گفتین که پرده از مذهب شیعه برداره. بله. حتی کسی که اصل مذهب خود عمل کنه به نزد اینها وهابیه. حتی به یک حنفی بر اساس مذهب حنفی و بر اساس عقیده و فکر امام ابو حنیفه رحمه الله امروز عمل بکنه و اعتقاد داشته باشه، به نزد اینها وهابیه. یعنی به صراحت میگم جناب استاد، و امروز واضحه در شبکه‌های اینها. خب الحمدلله امروز تقیه تقریبا از چهره اینها برداشته شده، واضح میگن، نقاب برداشته شده، واضح میگن. یعنی عموم اهل سنت فرق نمیکنه بر اینها.
تشکر. سپس ما رفتیم به کتاب‌های قوم، به کتاب‌های عمده اهل تشیع مثل کافی و بحار الانوار و انوار النعمانیه. ما نشان دادیم که در آن کتاب‌ها با صراحت کامل امام ابو حنیفه رحمه الله را، امام ابو حنیفه که پیروانشان امروز در افغانستان و در جهان یعنی اکثریت مذاهب اسلامی پیروان امام ابو حنیفه رحمه الله هستند و نویسنده گفته بود که با تشیع احناف هیچ مشکلی نداره. مشکلی که تشیع با احناف داره از کتابهاشون ثابت کردیم که امام ابو حنیفه را یک بار ناصبی خواندن که ناصبی هست و سپس ناصبی را گفتن کشتنش جایز است، گرفتن مالش جایز است، گرفتن خانمش هم به طور غنیمت و کنیز البته جایز هست و سپس گفتن که هر کسی که ناصبی کی است، مثال خود زد که امام ابو حنیفه است، اما یک تعریف عام هم از ناصبی کرد که هر کسی که غیر علی رضی الله عنه را بر علی رضی الله عنه تقدیم کند ناصبی هست. تمام اهل سنت و الجماعت بر این اتفاق نظر دارند که ابوبکر و عمر رضی الله عنه از حضرت علی رضی الله عنه افضل می باشند و در مورد عثمان رضی الله عنه جمهور اهل سنت البته بر این قول هستند که حضرت عثمان نیز بر حضرت علی افضلیت داره، الا بعضی از علمای اهل سنت در میان حضرت علی و حضرت عثمان بعضی وقت مفاضله نمیکنن، هر دوش را برابر میدانن و بعضی حضرت علی و بعضی حضرت عثمان را. اما در مورد ابوبکر و عمر هیچ کلامی نیست، یعنی اتفاق اهل سنت و الجماعت بر این است که بر حضرت علی رضی الله عنهم جمیعا فضیلت دارد. بنابر همین عقیده و همین باور همین ما شدیم ناصبی. و مسئله امامت، هر کسی که یکی از امامهای 12 را انکار بکنه کافر، مرتد، خارج عن المله، عن اسلام، کشتنش هم جایز است، گرفتن مال و همه چیز جایز است. امروز هیچ حنفی در دنیا هست که با یکی از امامهای 12 طبق عقیده شیعه، قسمی که شیعه به امامت باور داره و اصل دین میدونه، ایمان داشته باشه؟ والله نمیدونم، مگر که یک سنی اثناعشری باشه این بحث جدا امکان نداره. اهل سنت سنی پیرو امام ابو حنیفه باشه غیر ممکنه، یعنی غیر ممکنه جناب استاد. امکان نداره که یک فرد هم سنی باشه و هم شیعه باشه، پس یا شیعه میشه یا سنی میشه. پس وقتی که یک قوم در کتاب‌های عمدهشان، در معتمدترین کتاب‌هایشان آمده امام اهل سنت و الجماعت امام ابو حنیفه رحمه الله را مباح الدم یعنی کشتنش جایز است، اگر میترسی در هر جای کشتن نمیتونی تلاش کن یگان جای بخی، یگان دیوار که بالاش دیوار بریزانی یا تلاش کن یگان سر پول که میگذشت از دریا عبور میکرد سرش رو زیر آب کن، سرش رو زیر آب کن. یعنی کسی که چنین نظریه در مورد امام اهل سنت امام ابو حنیفه داره، با وجود داشتن این همه پیروانی که امام ابو حنیفه رحمه الله داره، او فرقه گرایی یا جنگ مذهبی را او بنیانگذاری نکرده و شیخ الاسلام ابن تیمیه یا شیخ محمد ابن عبدالوهاب بنیانگذاری کرده و تروریسم واقعا از فکریه، از اندیشه اینها سرچشمه گرفته. آیا واقعا این عقل این را قبول میکنه؟ نه واقعا جناب استاد، اگر اینا عقل می داشتن که رافضی نمیشدن. اگر عقل می داشتن که رافضی نمیشدن. اگر عقل می داشتن رافضی نمیشدن. یعنی رفض و عقل با هم جمع نمیشه، دو تا یعنی با هم متضاد. اگرچه به عقل اینا خیلی ارزش میدن. حتی جالب اینه که ما وقتی که لعن امام ابو حنیفه میکنه در کتاب اصول کافی از کتاب عقل میاره، روایت در کتاب عقل و رأی و قیاس و این موضوعات، به اینها به عقل ارزش قائلن. یعنی خب عموما عقل چیز خوبیه به شرط اینکه تضاد با نصوص و اینها نداشته باشه. اما اینها جالب بر اینه که به عقل خیلی خیلی توجه دارن، اما خودشان از او بری هستن، خودشان بری هستن، بیچاره هن. یعنی فکر نمیکنن. ای کاش فکر میکردن اینها بعضی از مسائلی که میان همچون یعنی جرأت میکنن در یک سایت مینویسن یک دروغی با این بزرگی. البته جناب استاد ما بسیار زیاد سعی کردیم شماری که اینجا در صفحهشان در وبسایتشان نشر گذاشتن که تماس با ما، با آن شماره ما زیاد سعی کردیم تماس بگیریم تا بیاین از این دروغشان دفاع بکنن که آیا واقعا احناف با تشیع مشکل داره یا خیر. متاسفانه که تماس مباشر نشد. برنامه ما فعلا زنده. بله. و اگر کسی از طرفداران و همفکران همین نویسنده اگر میتونه که با خبر کنه اونها، با خبر کنه، جرأت کنن، نویسنده یا سردبیر یا هر کس که است، مدیر مسئول هر کس که است، هر کس که این را نوشته، بیا از این دفاع بکنه. اگر حنفی که فکر میکنه که با تشیع مذهب احناف مشکل نداره، فکر نکنه حنفی باشه. بس حقیقتا ابو حنیفه که مباح الدم هست، کشتنش جایز، گرفتن مال و زنش هم جایز است، خودش هم ناصبی هست، کافر مرتد عن الاسلام است. اگر همینطور حنفی با تشیع میگه ما مشکلی نداریم،
نه حقیقتا جناب استاد یا از دو حال خالی نیه، یا اینکه فرد نمیفهمه یا اینکه میفهمه خیلی راحت دین فروخته، مذهب خود را فروخته دیگه. راحته امروز خب مذهب فروشی و دین فروشی خب برای برخی خیلی آسان شده، خیلی راحت با یک ویزای ایران راحت دین و مذهب و همه چیز رو میده. ما زیاد داریم جناب استاد متاسفانه برخی از این دین فروش ها و از این مذهب فروش ها و کسایی که امام ابو حنیفه با یک ویزای ایرانی متاسفانه فروختن برای اونها. الله المستعان. خب این فرقه گرایی یا تروریسم فرقه‌ای خود در اصول کافی و انوار النعمانیه و بهار الانوار و در کتاب هاست. امروز بیایم ببینیم که امروز چی میکنن. امروز حقیقت امر اینه که جناب استاد اگر شما مثلا در حرمین شریفین ببینید، مثلا چند سال پیش یک اتفاق افتاد در حرمین شریفین که اگر مستند دارین برای بینندگان عزیز نشان بدن، جالبه. اینها آمدن در داخل مکه مکرمه در یک شب در 2 جا انفجار برآ انداختن. یعنی خیلی دور نیه، یعنی در سال 14 بوده، یعنی تقریبا 30 سال یا 31 سال پیش در زمان که حقیقتا این اتفاق افتاده. بعداً معلوم شد که حزب الله کویت متاسفانه کویتیای حزب اللهی متاسفانه این کار انجام دادن و حزب الله امروز از طرف کی علنی اعلان میکنن که ما کلا از طرف ایران تمویل میشین و ایران از اونها علنا دفاع میکنه و خیلی راحت اینها را برانداختن داخل حرمین شریفین. جناب استاد این کار انجام دادن، داخل مکه مکرمه انفجار برانداختن، حجاج کشتن، زخمی کردن. و مثلا در عراق وقتی که این اتفاق میفته جناب استاد در سامرای عراق در کاظمین، جالب اینه که انفجار میشه و به خاطر اون انفجار اهل سنت میکشن، مساجد اهل سنت نابود میکنن و یک قدرت نظامی در حقیقتا اعلان میکنن در داخل عراق به نفع خودشان، اما بعدا معلوم میشه که کار ایران بوده، کار خودشان بوده، خودشان این کار انجام میدن، بعد میاندازن به گردن اهل سنت و خیلی راحت از این آب گلالود استفاده میکنن، استفاده نابجا، و اهل سنت رو میکوبن. از یک جهت خودشان انجام میدن، از جهت دیگه باز اهل سنت میکوبن. ولی الله سبحانه و تعالی همیشه چهره اینها رسوا کرده و رسوا میکنه و این واقعا ان الله یدافع عن الذین آمنوا، الله سبحانه و تعالی همیشه از اهل ایمان دفاع کرده و دفاع میکنه و چهره های منحوس اینها در جهان همیشه واضح شده و واضح میشه. و اگر مستند دارین جناب استاد پخش بکنین که بینندگان عزیز عموما ببینند. خوب است. جاوید جان بیا روی مانیتور من. بله تجمعات من الحجاج الإيرانيين لتشكيل مسيرة صاخبة أشاعت الفوضى والاضطراب بين حجاج بيت الله وأوصدت منافذ الطرقات وعرقلت مسالك المرور وحالت دون تمكن الحجاج والمواطنين ساعات طويلة من الانطلاق إلى مصالحهم. معتقد الخميني كان معلوما، إلا أنه رفع شعارات العدل والحق والحرية قبل أن يتبين للجميع أنها لم تكن ثورة. بله استاد فاتح عزیز، این یک بخشی از همان تظاهراتی بود که پیروان خمینی در سال 1987 میلادی، فکر کنم 14 هجری قمری میشه، در مکه مکرمه تظاهرات برآ انداختن، بالای پلیس حمله کردن، حجاج بیت الله حرام را ترساندن، حتی از میانشان کشته ها و زخمی های زیادی بود. این کارها را انجام دادن. در طول تاریخ این کارها را، جنایاتی که اینها به حرمین شریفین کردن ثابته، در تاریخ ثابته. درست. جنایات زیاده کردن، حتی حجر الاسود اینا دزدیدن، حجر الاسود برای چند وقت دزدیدن و متاسفانه این کارها انجام دادن. اما آنچه که جناب استاد انفجاری که در یک انفجار اینجا پیش ما یک نمونهش هست از عراق، فکر میکنم یکی از مساجد اهل سنت در عراق اینها انفجار دادن، یعنی حمله بر اماکن مقدسه، بر عبادتخانه ها عادت دیرینه این قوم بوده. بله. و بارها این هم شده که اول بالای یک حسینیه، یک تکیه خانه خود حمله کردن تا که برای خود دلیل اول راه باز کنن، و سپس بالای مساجد اهل سنت و عبادتخانه های اهل سنت حمله کردن، انفجار دادن. تصویر پیش من هست، جاوید جان بیا روی مانیتور من. بله این عراق است. البته این مناره مسجد که میبینین اینجا جمع شدن با صداهای یا علی و یا زهرا این مسجد را انفجار میدهند.
خیلی وحشتناک است اینجا که مناره مسجد را وقت هدف قرار میدهند. خیلی خوب. بله تشکر جاوید جان. این تصویری از عراق بود. یعنی واقعا بسیار تاسف باره. باز اینها میان کاسه دختر از آش میشن و به هر حال خیلی راحت به اهل سنت تاخت و تاز میکنن. این خب مسجد اهل سنت به نزد اینها خیلی عادیه جناب استاد. ما روایات قبلی خوانده پیش اینا ثواب دانسته. بله ثواب دانسته این کار انجام میده. اشکال نداره مسجد ناصبی یک کافر زندیق بزن خراب کنین. مسجد نه اینها. به هر صورت جناب استاد اگر کدام مستند دارین درباره کاظمین که گفتیم خود اینها انفجار دادن و به تحت انفجار به علمای اهل سنت تعدی و تجاوز کردند، فرزندان اهل سنت و مردان اهل سنت و زنان اهل سنت کشتند، نابود کردند، انفجار دادن آنها را. و همچنین جالب بر اینه که جناب استاد مساجد اهل سنت همین گونه انفجار دادن به اتهام این که اینها کاظمین را بمبگذاری کردند، اما بعدا مشخص میشه که خود اینها این کار انجام دادن. بله جنرال آمریکایی بعداً اعتراف کرد که در انفجار اگر مستندی دارین نشان بدین بله که بینندگان عزیز. جاوید جان بیا روی مانیتور من. اینجا این جنرال آمریکایی اعتراف میکنه که در انفجار کاظمین خود ایران و سپاه پاسداران دست داشته و اعتراف طولانی هست که این جنرال آمریکایی در مورد مداخلت‌های مستقیم ایران در داخل عراق و کشتن اهل سنت و حمله بر مساجد اهل سنت بعد از حادثه کاظمین. البته اولا کاظمین را هدف قرار دادن، اول او را زدن، راه خود را باز کردن و سپس بالای مساجد اهل سنت حمله کردن و تا امروز در عراق چی میگذره همین ما شما میبینیم. بله حقیقت جناب استاد متاسفانه اینها در طول تاریخ کارها را انجام دادن و برای اینها خیلی راحته و بنابراین این که گفتم که ایران در این دخالت داره در این هیچ شک و تردیدی جناب استاد نیست. حتی در این انفجاری که در این انفجاری که باقر العلوم شده و دیگر جاها میشه، هدف ایران اینه که به تعبیر شما رار باز کنه برای خود. یک بار رار باز بکنه خیلی راحت باز بر علمای اهل سنت میتونه تاخت و تاز بکنه. ولی یک نکته جناب استاد که فکر میکنه که ملت افغانستان مثل ملت عراق و ملت سوریه و دیگران هستن. ولی ملت افغانستان هوشیارن، این موضوعات را میفهمن. یک انفجار در اون راهپیمایی کرد، یک انفجار باز در اینجا کرد، یک انفجار در محرم کرد، در دهم محرم عاشورا که در مناطق مختلف انجام گرفت. اینها رو جناب استاد هر چی که زیاد میکنه مردم افغانستان هوشیارتر میشن، شیعیان افغانستان هوشیارتر میشن، میفهمن که والله دست ایران در اینجا در کاره، دست ایران در کاره. شاید بگین که به هر حال نه ایران نکرده، ولی واضحه ما گفتیم که هدف اصلی اینه که جنگ مذهبی در داخل افغانستان برپا کنه و خیلی راحت بتونه که افغانستان زیر دست داشته باشه. اگرچه امروز جواسیس زیادی در افغانستان داره، حتی برخی از وزرا و برخی از رؤسا و برخی از دیگرانی که هستند متاسفانه نوکری میکنن برای ایران و دستبوس خامنه ای هستند، اما نمیتونه که به صورت مستقیم حالا وارد بشه و خیلی راحت همان فکری که داره در داخل افغانستان پیاده بکنه. از این راه داخل میشه، رؤوس اهل سنت میزنه. چون این راه را به طرف او باز میکنه، به سوی او باز میکنه. خیلی راحت میتونه کسانی که سر بالایی دارن اینها را اول از سر راه خود برداره، بعد از اون خیلی راحت میتونه که همون تجربه عراق و سوریه و یمن و دیگر کشورهایی که لبنان و دیگران را به هر حال در افغانستان پیاده بکنه. ما هفته گذشته دیدیم که در ولایت نیمروز مولوی صلاح الدین موحد شهید رحمه الله که در بعضی سخنرانی‌هایش در خطبای جمعهش به دفاع از مظلومین سوریه و عراق پرداخته و ایران و دولت آخوندی ایران و مزدورانشان را محکوم کرده که اونجا رفته اطفال و زنان اهل سنت را میکشه. یعنی بعد از سخنرانی‌های زیاد ما شاهد بودیم که هفته گذشته ترورشان کردن. جناب استاد خیلی از علما، یعنی اگر شما حساب بکنین در ولایات مختلف افغانستان خیلی از علمایی که سر بالایی داشتن و ضد این رژیم بودن متاسفانه زده شدن، اینها را ترور کردن، خیلی راحت ترور کردن در طول یعنی که در افغانستان اتفاقات افتاده. متاسفانه اینها این کار را انجام دادن و این جنایت و این تروریست بودن خود را ثابت کردن. اما اینها باز بیاین یعنی این را از گردن خود رد بکنن. والله ما نه در این مورد ربطی با ما نداره و نه این وهابیت و حنفی ها هم نیستن، احناف هم نیستن، اهل سنت نیستن، این وهابی ها که این کارها را انجام میدن. این حقیقتا جناب استاد یک دروغی که
یک نویسنده باید کمی شرم بکنه و کسی هم که این را پخش کرده باید کمی شرم بکنه. انسان اگر مسلمان هم نباشه باید حداقل منصف باشه، منصف باشه، انصاف داشته باشه. این مستنداتی که در کتب شماست، این مستنداتی که امروز جهان میبینه که شما در سوریه چی انجام میدین، جهان میبینه که شما در عراق چی انجام میدین، جهان میبینه که شما در یمن امروز چی انجام میدین، در لبنان چی انجام میدین، در مناطق مختلف شما چی انجام میدین، در خود ایران شما چی کارها انجام ندادید. و تو یک فردی که حالا نوکر ایرانی آمدی همچون مطلب مینویسی و به هر حال موضوع اهل سنت را تحت نام وهابیت میکوبی و بدرت میگین، حقیقتا دور از انصافه. مستند دیگه داریم، یکی از افراد فرستاده شده ایران، البته افغانی هست، به اسم حبیب، فکر میکنم که به سوریه فرستاده شده و اونجا اسیر شده بودی. این کلیپ را ما بارها نشان دادیم و باز هم نشان میدیم تا ملت افغانستان و دنیا بفهمه که تروریست کی هست. درست است؟ جاوید جان بیا روی مانیتور من. این حبیب. نام پدر، فامیل، نام مادر. نام مادر صغرا، فامیلی پناهی. چرا پناهی؟ پناهی. اسم پدرت بگو. اسم پدر یوسف. چند ساله هستی؟ 18 ساله. از کجا هستی؟ از افغانستان، از دایکندی. دین چی است؟ اسلام. اسلام. چه مذهب هستی؟ مذهب شیعه. 12 امامی. چه؟ 12 امامی. 12 امامی؟ از مذهب 12 امامی هستی؟ قبل چی میکردی؟ قبل کار میکردم. قبل چی میکردی؟ کار میکردم. کجا کار میکردی؟ کار اول افغانستان کار میکردم، بعد ایران کار میکردم. خب ایران چی کار میکردی؟ ایران کارگری ساختمانی. چی وقت رفتی ایران؟ ایران کدام وقت از افغانستان داخل ایران شدی؟ دقیق یادم نیست، حالا شاید 1 سال و 5 ماه شاید باشه. 1 سال و 5 ماه. آره. عائلتون چی کار میکنه؟ خانواده‌تون؟ خانواده شما چی میکنن؟ چی کاره هستن؟ پدرم چیونه؟ دهقانی اونه. پدرت دهقانی میکنه؟ آره. کجا درس خوندی؟ من اصلا برای کشتن مسلمان نیامده بودم. چطور نیامدی که تو دست سلاح بود؟ اونجا گفتن شما، گفتن 2 ماه باشین اینجا و شما مجوز میدیم، بعد بیاین ایران راحت کار کنید. به خاطر همون من میگم که مثلا الان من سنی هستم، من حق دارم که برم ایران مثلا یا که برم افغانستان کشتار بکشم با شما، از شما نفری را بکشم. نه، کشتن مسلمان حرامه. چرا که کشتن مسلمان حرام؟ از اونجا شما اومده اینجا زیاد نفر. ما برای کشتن نیومدیم، فقط مجبور بودیم. بسم الله. جاوید جان بیا ایران بگذاری، بسیار بخش مهمش هست. نیومدیم، فقط مجبور بودیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بچه‌ها شما از افغانستان برای کار میایین ایران، نه اونجا آمدین کار کنین، فریب ایران نخورین. ایران با شما میگن پاسپورت میدیم و پول میدیم، اینا همش دروغ. همش بچه‌ها از افغانستان نیاین تو ایران. اگه آمدین برای کارگری ایران کار کنید، سعی کنید فریب نخورید. سوریه نیاین است هرگز. تشکر جاوید جان. استاد فاتح عزیز، البته صحبت‌های این افغانی مظلوم بگیم، بدبخت بگیم، هر چی که بگیم، جوانی 18 ساله عروسی هم کرده، از ولایت دایکندی افغانستان است، یک فرزند هم داره، طفلی هم داره. ایران رفته به خاطر کارگری، مجوز نداشته، پاسپورت و ویزا نداشته. اطلاعات ایران گرفته، گفته تو خو مشکل داری، مجوز نداری، در ایران زندگی میکنی و میخوای که برای پاسپورت ایرانی، تابعیت ایرانی بتیم. گفته راهش چی است؟ راهش برو در سوریه اطفال و زنان اهل سنت سوریه را بکش تا برگردی و برات مجوز بتیم، برات پاسپورت و تابعیت ایرانی بتیم. اونجا هم رفته، الحمدلله گرفتار شده و از بقیه افغانان میخواهند که به ایران اول نروند. وقتی که ایران میروند فریب اطلاعات و سپاه پاسداران ایران را نخورند، به سوریه نروند. بارها این جوان این گونه صدا میزنه. واقعا جناب استاد در داور باید جوانان شیعه در این زمان یعنی واقعا بیدار بشن. امروز باور کنین جناب استاد، ایران خیلی راحت
در حال قتل و کشتار شیعه و سنیه. شیعه و سنی برای از این فرق نمیکنه که بیچاره افغانیه، حالا آمده در اونجا شاید در صحنه کشته بشه، حالا خب گرفتار شده، چه کار بکنه باید، چه کار بشه. برای ایران جناب استاد گفتن این مهم نیه. من در لابلا حرفا اولم گفتم که برای ایران این مهم نیه. مهم اینه که همان هدف سیاسی خود را پیش بگیره و هدف سیاسی او تطبیق بشه در جهان، یا در کشورهای اسلامی، در کشورهایی که اهل سنتن، در اونجا تطبیق بشه. برای از اون مهم نیه که این شیعه بیچاره از افغانستان آمده، فقیر، بچه داره، زن داره، به هر حال خانواده داره، اینها مهم نیه برای او. هزاران نفر اعدام کرده و کشته و به این بهانه ها، و حتی جواسیس خود را میکشه، جواسیس خود را میکشه. از اونها در داخل افغانستان و دیگه کشورها به عنوان جاسوس استفاده میکنه. وقتی ببینی که والله کم، یعنی دیگه وقتش رسیده که باید این نفر برداشته بشه، دیگه درست نیه که برای ما کار بکنه، همین قدر کافی، خیلی راحت رو میزنه، به هر حال نابود میکنه و برای این حرف مهم نیست. الله المستعان. بیننده های عزیز، البته شماره برنامه ما زیرنویس شده، وقت برنامه هم رو به پایان هست. بیننده های عزیزی که میخواهند در این بحث شریک شوند، نظر داشته باشند، میتونن تماس بگیرن و نظر خود را با من و استاد فاتح عزیز شیر نمایند. جای جان میگن که تماس های است. چند دقیقه که از برنامه مونده، بریم به سراغ بیننده ها. به اجازه شما اولین بیننده رو من میگیرم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله، سلام علیکم. صدا نیست فرید جان، لطفا صدای بیننده رو بفرستین. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله، سلام علیکم. بله، تماس بعدی. بله، سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد محترم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید بیننده عزیز. مختصرا بفرمایید چون وقت برنامه ما رو به پایان هست. موضوع برنامه ما عاملان جنگ‌های مذهبی در منطقه البته بود، به خصوص افغانستان و عراق و سوریه که ما شاهدش هستیم. گفتنی دارید، بفرمایید. شما زنده باشین. هفته و بدو انگشت پت نمیشه، ما همه اینا رو میشناسیم. استاد محترم، اگر ملت مسلمان افغانستان بیدار نباشن و هوشیار نشن، باور کنین که به خاک خون میکشانن. اینا از او روزالا هستن که از هیچ چیز دریغ ندارن. متاسفانه شما باور کنین که اگر بفهمه که تنها به ابوبکر احترام داری یا به عمر، میگید که وهابیستی. مگر متاسفانه که در افغانستان ما یک حکومت داریم که هیچ جایش به اسلام برابر نیست. ما ترس ما است که حکومت ما از خدا نمیترسه، در راه اسلام برابر نیست. ما از کجایش حکومت اسلامی میگیم، دولت اسلامی؟ هیچ جایش به اسلام برابر نیست. خطر ما اینجاست که ما پیش خدا دعا میکنیم که اگر مسلمان ها در افغانستان کامیاب باشن، خداوند مجاهدین ما را کامیاب بسازه. ما از این حکومت هیچ توقع نداریم که دلش به ملت افغانستان بسوزه. و ملتی که استاد محترم مظلوم بود و گشنه بود، هر کس در اونجا زنبورواری خانه کرده میتونه. دقیقاً. تشکر. شما را خدا خیر بده که مردم بیدار میسازین. تشکر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر از تماستان. خدا حافظ. بیننده بعدی را میگیریم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و عزت دارم خدمت شما و خدمت استاد فاتح عزیز. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. محمد شفیع امینی هستین از هرات، درست است؟ بله. خوش آمدید بیننده عزیز. بفرمایید مختصرا در مورد موضوع برنامه ما اگر بیننده باشید. تشکر. من میخواستم یک پیام داشته باشم برای اهل سنت و برای اهل تشیع افغانستان که متوجه باشیم، بیدار باشیم که دست از کشورهای همسایه کار میکنه که جنگ مذهبی را در داخل افغانستان بندازه. جنگ مذهبی در داخل افغانستان نه به نفع شیعه نه به نفع سنی هست. خیلی باید ما بیدار باشیم. اگر واقعا شیعه هستیم باید خیلی هوشیار باشیم، بیدار باشیم. سنی هم هستیم باید بیدار باشیم که این خانمانسوز هست، مثل عراق میخواه کشورهای همسایه افغانستان را تربیه کنه. در روز چهارشنبه محمد شفیع جان، هرات هم محمد شفیع جان، محمد شفیع جان عزیز، اگر صدای مرا میشنوین، شما اگر برنامه را دیده باشید، ما از کتاب‌های شیعه، از کتاب‌های معتبر شیعه مثل اصول کافی، انوار نعمانیه، بهار الانوار و غیره نشان دادیم که آنها هر کسی که
حضرت ابوبکر و عمر را بر حضرت علی ترجیح دهد، تقدیم کند، او را ناسبی میدانند و کشتن او را جایز میدانند، گرفتن مال او را، گرفتن خانم او را جایز میدانند. در کتابهایشان با صراحت کامل به امام ابو حنیفه رحمه الله لعن و طعن میکنند، لعنت میکنند. بقیه یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم را هم کافر و مرتد میدانند علیاذ بالله. این پیام شما برای شیعه ها چی است که بروان همه کتابای خود بخوانند؟ اگر بیدار شوند که کتاب خود بخوانند، با کتابای خود عمل بکنند، باید من و توی سنی را باید بکشند. حتی امام ابو حنیفه را گفتن که اگر میتونن بکشن، اگر نمیتونن جایی که نفر هست نمیتونن تلاش بکنن در روی یگان پل که داخل یگان دریا باندازن یا بیخ یگان دیوار که دیوار را بر رویش چپ کنن. از این مذهب، از این فرقه، از این گروه چی توقعی دارین شما؟ چی توقعی خیر دارین؟ تشکر. چون دین ما، اسلام ما، قرآن ما چنین اجازه نمیده که ما علیه از اینا چنین موضوعگیری ها داشته باشیم و یا در مساجد از اینا بند بگذاریم، اونا را از بین ببریم. اونا که هر اهدافی داره، ما به یک چیز تسلیم هستیم که الله داریم که از همه انتقام میگیره و همه چیز هم الله ذوالجلال میبینه و شاهد و سند. اونا که بزرگای از اینا همون چیزا رو برای از اینا به کتابا نوشته کرده و برای به خورده از اینا میده. اگر اونا به همون راه برم بخوایم که اهل سنت تکو پارچه کنم، ولی الله از اینا انتقام میگیره. هر روز در هرات در منطقه جبرائیل جنازه های هزارهای که از سوریه میارن، هر روز اینا فاتح دارن. جزای از اینا الله میده. ما همه فیصله رو میخداریم به الله ذوالجلال. و همیشه هر کسی که بخواه که جنگ مذهبی رو در داخل افغانستان دامن بزنه، الله در خانه خود از دامن بزنه. آمین آمین. تشکر محمد شفیع جان امینی از هرات افغانستان. تشکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اما متاسفانه که جنگ مذهبی را بنیانگذاریش در این کتاب‌ها شده. بله. در روایت هایی که مطرح کردیم دیگه ابو حنیفه را که بکشن دیگه پیروان ابو حنیفه آرام میشینن. خود به خود جنگ مذهبی رخ میده دیگه. بیننده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم استاد بزرگوار. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز خوش آمدید. بفرمایید. سلام برای شما، یک سلام برای استاد فاتی عزیز. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد محترم، من از ایران تماس گرفتم، مهاجرای افغان هستم. گرفتن نمیتونم، جایم خراب است. من تشکر میکنم از برنامه‌تان، خوشحال هستم. سخنان شما سخنانی است که تمثیل پوزنده بر گردن دشمن میکنین. سر تا پاشان تکان میخوره. استاد بزرگوار، استاد بزرگوار، خدمتتان عرض کنم که ملت افغانستان، ملت مسلمان، اهل تسنن بیدار باشند، بیدار باشند، بیدار باشند. ببینند که دنیا به جا رونده است، کار میکنند. یک ایتنیست استاد محترم که یک مثلا ایران برای یک شیعه برام تعریف کرد، یک قالین فروش با این رسید خود یک روز دو تا قالین خانهش برده میگه من به این حالت هستم، ولی دولت ایران همه پول میفرسته برای سوریه و عراق و یمن و افغانستان برای کفالتکاری. هش پیچش جاری شده. یک جوان شیعه بود، خیلی آدم درست بود استاد محترم. این که اینا به هیچ کی رحم نمیکنه. بله. خوشحال هستم استاد بزرگوار. تشکر بنده عزیز. نمیتونم، جایم خراب است. دستتون میگم. تشکر. خدا حافظتان بنده عزیز. بنده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. لطفاً صدای گیرنده را ببندید بنده عزیز. بله. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خوش آمدید بنده گرامی، بفرمایید. سلامت باشید. شما خوب هستین؟ سلامت و زنده باشید بنده عزیز. در مورد موضوع برنامه ما که عاملان جنگ‌های مذهبی اگر گفتنی دارید خدمتتان هستیم، بفرمایید مختصرا. بله گفتنی دارم. بله بفرمایید. اینا کسانی که بیایم به حضرت عمر، بله، و حضرت عمر اینا که تعیین بکنن، ما اونها را چجوری برادر بخوانیم، چطوری بودن؟ ما مشکلی نداریم با حضرت، با کسانی که به حضرت عمر مشکل داریم، ما با اونا مشکل نداشته باشیم. کسی که ناموس پیامبر تعیین میکنه، ما چطور اونا را که داریم، ما با اونا مشکل نداریم.
کتاب های اینا پر از اینا هستن. دقیقاً. حتی اینا در خیلی جاها ما با اینا صحبت میکنیم، بعد میایم سر این موضوع بحث میکنم با ما، میگن که حضرت عمر حمله کرد به خانه حضرت عایشه و نمیدونم قاتل حضرت عایشه میگه حضرت عمر هست. این چیزهای میگه تشکر. عقل انسان اصلا صدر میشه. بسیار ما مشکل نداشته باشیم با اینها. تشکر بیننده عزیز، تشکر از تماستان. وقت برنامه ما رو به پایان هست. البته بیننده های زیاد پشت خط هستند. تشکر میکنیم از بیننده های عزیزی که تماس گرفتن و معذرت میخوایم از آنانی که بنابر تمام شدن وقت البته نمیتونیم تماس هایتان را بگیریم. تشکر از تک تک شما عزیزان. استاد فاتی عزیز، یک موضوع دیگر من میخوام اشاره بکنم، موضوعی که روزی گذشته یا دو روز قبل فکر میکنم در جوزجان افغانستان رخ داده. گفته میشود که تعدادی از ملاها البته رفتن بالای یکی از دفترهای بنیاد احیای سنت در جوزجان حمله کردن و کسایی که اونجا مصروف درس و تدریس بودن اونها را لطکوب کردن و کتابایشان را پایین انداختن به نام دفاع از مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله. اما اینجا بیاین که کتاب‌های علی تشیع را باز بکنن که چه جریان داره. امروز در هر کوچه افغانستان حسینیه و تکیه خانه ساخته میشه. در تکیه خانه چی میشه؟ لعن و نفرین و دشنام بر ابوبکر و عمر و سایر یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم. مؤسسه های تبشیری مسیحی که در هر گوشه افغانستان مردم غریب و فقیر به مسیحیت دعوت میکنن، در بدل پول میخرن آنها را. دیگه فسق و فجور و برنامه ستاره افغان، هر طرفی که بریم مشکلات ما داریم. اما اینا آمدن با برادران سنی خودشان بنابر توطئه دشمن که وهابی و نمیفهم وهابی، خب ابو حنیفه خودش ناصبی بوده، خب امروز ناصبی وهابی شده. امام ابو حنیفه خودش هم یک وهابی بوده نظر به افترا و توهین و توطئه شیعه ها. آیا واقعا اینها پیروان امام ابو حنیفه هستند؟ حقیقت امر اینه که جناب استاد نه. یعنی با صراحت میگم که اگر اینها واقعا پیروان امام ابو حنیفه باشن و امام ابو حنیفه رو بشناسن، حالا از دو حال خالی نیه، یا اینکه اینها امام ابو حنیفه رو نمیشناسن یا اینه که امام ابو حنیفه رو میشناسن و حقیقتا خیلی راحت متاسفانه یعنی متهم نمی کنم صراحتا که بگم اینها مذهب را فروختن. جالب اینه که در این روزنامه جناب استاد که 3-4 روز پیش از این موضوع اتفاق میفته و این نوشته میشه، جالب بر اینه که میگه برای سلفیت در افغانستان جای نیست و 2-3 روز بعد اینها حمله میکنن در اینجا به نام سلفی و کتاب‌های اینها رو میاندازن پایین. یعنی من نمیگم که اینها ارتباط دارن با هم، درست. نمیگم که ارتباط دارن، شاید تصادفی باشه، ولی جناب استاد از یعنی بگین که بعید هم نیست که اینها از جانب احیانا ما گفتم که در لابلای صحبت ها گفتم که احیانا بعضی از سنی ها متاسفانه از روی نافهمی که به هر حال به فریب اینها رو میخوره خیلی راحت متاسفانه یک تصمیم بیجایی میگیره مثل اینها. و اگر نه همین فردی که حالا این کار انجام داده حالا در رأس اینها قرار داره یا بعداً افراد دیگه که الله اکبر آی مرگ بر وهابی و مرگ بر سلفی و اینها کتابا رو میاندازه، قرآن و حدیث میاندازه پایین و علمایی که در اونجا هستن یا خواهرها و برادرایی که اصلا لطکوب میکنه. اگر از این سوال کنی بابا جان همین امام ابو حنیفه چند تا کتابش رو تو میشناسی، اصول مذهب حنفی میدانی، تو اصلا چی میدانی از مذهب حنفی غیر از اون؟ تویی که اینقدر غیرت بر علی برادر سنی خود داری، همین غیرت تو در 2 هفته پیش کجا شد که در بامیان نام امام ابو حنیفه به زیر پا کردن؟ کجا شد؟ کدام غیرت داری تو؟ اگر واقعا راست میگی همین جوانها رو فردا جمع کن بیا در همین جا، بیا در داخل بازار صدا بکن، بگو مرگ بر کسی، نمیگم بگو مرگ بر رافضی یا مرگ بر ایران، بگو مرگ بر کسی که نام امام ابو حنیفه رو زیر پا انداخته. اگر جرأت داری، واقعا نوکر نیستی، اجیر نیستی و نمیخوای که واقعا بر علی برادران اهل سنت خود استاد بشی، خب بیا جرأت بکن این کار انجام بدی. نه جناب استاد، متاسفانه پشت پرده حرفای دیگری است و کارهای دیگری است. اینها از جوانها همیشه سوء استفاده شده، از احساسات پاک جوانها همیشه سوء استفاده شده. اینها دشمن امام ابو حنیفه هستند از دروغ. کی دشمنی کرده با امام ابو حنیفه رحمه الله؟ کدام مسلمان با امام ابو حنیفه دشمنی میکنه؟ با امام شافعی؟ ابو حنیفه خو آقای کلینی یا آقای مجلسی لعن میکنن، کافر میدانن، ناصبی میدانن، واجب القتل میدانن، او را زیر دیوار کنین، او را به دریا غرق کنین، هر جای آب میبینین سرش را او سربنیست بکنین. این نظر اینها در مورد امام ابو حنیفه. تو میای با اینها مدارا میکنی بر علی برادر سنی خود، بر علی برادر اهل سنت خود. واقعا جناب استاد این یک جفایه.
این واقعا یک جفایه و باید جوانان اهل سنت بیدار بشن. گول این انسان هایی که به جلو قرار میگیرن، پشت هر کس تکبیر و الله اکبر نگن، هر کس گفت تکبیر بگن الله اکبر. بعض جاها هر کس که میگه تکبیر باید صدایش را ببندن، دهانش را ببندن. چی میگی؟ کجا اینجا تکبیر؟ کجا داره اینجا تکبیر؟ میگه تو به علی کافر ایستاد شدی. تو اگر واقعا راست میگی از امام ابو حنیفه رحمه الله دفاع میکنی، در مسائلی که باید دفاع بکنی ساکتی، اما در مسئله‌ای که مسئله دفاع نیست بلکه مسئله است که شاید مسئله شخصی در میان تو یک فرد دیگه، خیلی راحت میای به نام امام ابو حنیفه استفاده همیشه جناب استاد متاسفانه این افراد سوء استفادهگر از نام امام ابو حنیفه رحمه الله در افغانستان سوء استفاده کردن. والله به امام ابو حنیفه چنین گفته شده و به امام ابو حنیفه چنین گفته شده، در حالی که هیچ حرفی نیست. اینها فرضیه هایی است که خودشان به جای خواب برای خود وقتی روی چیزهایی که گفته شده در کافه و در بهار الانوار و انوار نعمانی گفته شده، اینها نادیده میگیرن، اینها رو نادیده میگیرن. وقتی که روی بستر خود میره کم فکر میکنه والله چیکار کنم علیه کی توطئه بکنم، یک توطئه برام میندازه، 4 تا جوان دنبال خود میندازه. جوان ها هم که متاسفانه برخیا بدون اینکه فکر بکنن احساساتی ان و همان فکره مذهبی که دارن، همان دوستی که با مذهب و با دین و با اسلام دارن، فریب یک عده انسان های بیچاره و در به در میخورن و شاید این فرد خودش اجیر نباشه، از جانب دیگه را دیکته میکنن، خیلی راحت این را به کار میاندازن که بر علیه اهل سنت موقف بگیره. تشکر، سلامت باشید. جزاکم الله. پیام آخری دارید؟ وقت برنامه تمام شد. کدام پیام دیگر جناب استاد ندارم، فقط پیام به اهل سنت و برای برادرانی که شیعه، برادران شیعه نه رافضی، اینه که اولا اهل سنت خودتان را آگاه کنید، درست از مذهبتان آگاه باشید و از دینتان آگاه باشید. همچون کارهای عجولانه و کارهای غیر مسئولانه نکنید که بروید داخل مساجد، جای نیست که اونجا شما انفجار بدید، بکشید. اینها در دین شما نیست، در عقیده شما نیست و در فکر شما نیست. و اون برادر شیعه هم که فریب ایران میخوره و فریب همچون کتب میخوره، از این کتاب ها بیزار باشید. این کتاب ها به والله قسم جز ناامنی، جز شما را یک انسان تروریست چیز دیگری به وجود نمیاره. خودتان را، شخصیت خودتان را حفظ کنید و دین اسلام را از قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم بگیرید. انشالله. جزاکم الله خیرا، بارک الله فیکم. تشکر از شما، همچنان تشکر از تک تک شما عزیزان بیننده که تا این لحظات با ما بودید. تشکر ویژه دارم از جاوید جان و فرید جان که پشت صحنه این همه زحمت را میکشند تا این حرفها به گوش شما بیننده های عزیز و گرامی برسد. همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیرا، بارک الله فیکم.